Hello guys، خوش آمدید به کانال MK و بنده MK هستم و خوش آمدید به کانال من. امروز اومدیم بهتون یک سری سوالات رو جواب بدیم. ناتیلوس اگر توی خشکی بود چطوری میشد؟ یعنی فکر کن ناتیلوس که توی دریا و سرعت فوق العاده زیادی داره و بوست خفنی که داره، اگر توی خشکی میبود چه اتفاقی میافتاد؟ این یعنی یه چیز خیلی خفن، یعنی سرعت زیاد، جامپ بالا و خیلی خفن. یکی از جاوا پلیرهای ماینکرافت به این سوال ما جواب داده و ناتیلوس رو با کدنویسی دیگه ای از دریا آورده توی خشکی گذاشته و این آزمایشات رو روش انجام داده. طور که دارید میبینید این جاوا پلیر ناتیلوس رو آورده به خشکی و همونطور که میبینید با بوستای خفنش جامپ های بلندی رو میزنه. یعنی الان این کوه رو داره میره بالا، سرعتش فوق العاده زیاده، جامپ های خیلی خفنی میزنه. یعنی ما کوهی که مثلا 10 دقیقه یا 5 دقیقه طول میکشه ما بریم بالا رو، ناتیلوس با جامپ و بوست خفنش میتونه تا توی 1 دقیقه بره بالا و همونطور که میبینید سرعتش بالا و این خیلی به ما کمک میکنه توی کوهنوردی، رفتن صخره‌های بلند یا جابجایی و همونطور که میبینید تا میره تو آبم حتی هنوزم جامپش خیلی بیشتر میشه و این خیلی خیلی کمک بزرگی به ما جاوا پلیر هاست. من MK هستم، هر روز به سوالات شما جواب میدم، مادهای خفن میذارم، مپ‌های باحال، ویدیوهای جذاب و فان تا حال شما رو خوب بکنم. ممنون میشم کانال من لایک کنید، سابسکرایب بکنید، یه کامنت هم زیر این ویدیو بذارید. ممنونم از شما. ویدیوهای ما رو بقیه هم ببینن و کانال ما زودتر رشد بکنه. دوستتون دارم خیلی زیاد. بدرود و فعلا.